حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. بحث و گفتگویمون پیرامون سؤالها و اشکالاتی که پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه مطرح بوده است، چند سؤال و اشکال رو مطرح و پاسخم رو از طرف قائلین به مسئله ولایت مطلقه فقیه بیان کردیم. سؤالی که در پایان جلسه گذشته مطرح کردیم این بود است که اگر تشکیل حکومت و اجراء قوانین الهی جزء وظایف معصوم علیه السلام باشد، از انبیا و ائمه معصومین بوده باشد، پس نقش مردم در حکومت بر مبنای حاکم بودن معصوم چیه؟ و به تعبیر دیگر مستشکل گفت که اگر بگیم همه کاره امام معصوم می باشد، این حس مسئولیت از میان مردم از بین می رود. پس حکومت رو واگذار به خود مردم بکنید تا مردم یه حس مسئولیت پیدا بکنن و خودشون میدوندار بشن و همه کار رو خود مردم انجام بدن. پاسخی که ما میدیم این است که سائل یا مستشکل تصویر درست و تصور درست از حکومت دینی ندارد. و الا اگر تصویر و تصور درستی از حکومت دینی داشته باشد، جایی برای این سوال یا اشکال نیست. پاسخ ما اینه: اگر انبیا به تنهایی و بدون مشارکت دهی مردم بخواهند تمام مسائل حکومت رو ایفای نقش بکنن، این سوال شما به جواب این اشکال شما چیه؟ وارد است. بله؟ یعنی در هیچ جای حکومت دینی مردم نقشی نداشته باشن. اونی که نقش اول آخر رو داره فقط معصوم علیه السلام باشه. مردم هیچ جایگاه و پایگاهی نداشته باشن. بله، این اشکال وارد است. یعنی مردم هیچ احساس مسئولیتی نسبت به این حکومت دینی ندارد. ولکن چنین سخنی و قضاوتی در رابطه با حکومت دینی درست نیست. یعنی هیچگاه معتقدان به حکومت بر مبنای ولایت مطلقه فقیه معتقد نیستند که همه کاره حکومت باید حاکم اسلامی باشد و مردم هیچ نقشی در حکومت دینی نداشته باشند. روح پاسخ به این سوال رو دیروز اجمالاً عرض کردیم. در اینکه تفسیر ما از حکومت دینی عبارت است از
حکومت امام و امت. دقت داشته باشید، تفسیر ما از حکومت دینی چیه؟ حکومت امام و امت. این شد به این معنا که حاکم معصوم و حاکم دینی در رأس نظام دینی قرار دارد، اما شرط تحقق اهداف حکومت دینی به واسطه کیه؟ بفرمایید مردمه. و چنین تعریفی از حکومت دینی نه تنها، این تنها رو دقت کنید، نه تنها حس مسئولیت رو از مردم تضعیف نمی کند، بلکه تقویت هم می کند. اگر فرمودید در حکومت دینی اینجور نیست که مردم نادیده گرفته بشن، و مردم در کنار کی هستن؟ حاکم اسلامی هستن. مردم جدای از حکومت دینی نیستن. یادداشت بخواد بفرمایید و شاهد علی ذلک، شاهد بر این که حکومت دینی حکومت امام و امت است، آیات فراوانی داریم که حکومت را حکومت امام و امت می‌دانند. این آیه رو ملاحظه به سوره فتح آیه 18 خطاب به نبی مکرم اسلام. فاستقم کما امرت و من تاب معک. بله، این خطاب الهی است به حاکمان حکومت دینی که در حکومت دینی اینجور نیست که جاده صاف و هموار باشه، هیچ موانعی سر حکومت دینی به وجود نه یا دشمنی نداشته باشد، جنگ و جهادی نداشته باشد، نه در برابر سنگاندازی دشمنان حکومت دینی حق تسلیم شدن نداره. باید در برابر تندبادها حاکم دینی بایسته. نه تنها حاکم دینی بلکه مردم هم موظفن در برابر این موانع استقامت کنید. ببینید یک نکته ای از عزیزانی که اهل نکته هستن دقت کنید. مظهر اقتدار یک حکومت دینی در مرحله اول امام اون حکومته که الناس علی دین ملوکه. این خطاب فاستقم متوجه کی میشه؟ اول لحظه اول امام. بله، خدا رحمت کنه شهید سلیمانی را رضوان الله تعالی علیه فرمود فرماندهی در مکتب اسلام بیاست نه برو. بگیرید، قیادت و رهبری در حکومت دینی چیه؟ بیاست نه برو. یعنی حاکم اینجا نیست به مردم بگه شما برید بله من اینجا هستم، نه، اول رهبری خود جلو میفته، بعد مردم میگه که دنبالم بیا. برید این به هم تنیده هستن حاکمان دین و مردم. اینجور نیست که فقط مشکلات متوجه مردم بشه اما حاکم دینی هیچ از مشکل خبری
نداشته باشه، نه، در دل مشکلاته، در دل موانع. فاستقم کما امرت و من تاب معک. پس اولین تکلیف متوجه حاکم دینی، بعد متوجه مردم می شود. نمیدونم نکته رو رسوندم یا نه. در حکومت دینی واقعا هم مردم نقش دارن، هم امام نقش داره. اونطور نقش اصلی رو امام داره. این آیه دوم سوره فصلت آیه 6. یادم این آیه معروفه. وقتی داره حاکم دینی رسول مکرم اسلام رو بخواد معرفی بکنه چگونه شخصیت و حاکمیت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ببینید دیگه حکومت دینی این است که نسبت به دشمنان سر سوزن نرمی ندارد. بله اشداء علی الکفار، اما نسبت به هم که میرسن عطوفت و مهربانی داره. رحماء بینهم. این خصلت مال کیه؟ این اشداء علی الکفار رحماء بینهم این دیشکی مال کیه؟ هر دوتا. این محمد رسول الله والذین آمنوا والذین معه، پیامبر و کسانی که با پیامبرن ویژگی شد. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. باز میبینیم که مردم از مسائل حکومت دینی جدا نیستن. اینجور نیست که بله عصبانیت نسبت به دشمن فقط وظیفه حاکم باشه، امام باشه. نه، همونطوری که امام مردم نسبت به دشمن حساسه، مردم حکومت دینی هم باید حساس باشن، من بی تفاوت نباشن. این آیه به صراحت دلالت دارد که در حکومت دینی مردم جدای از حکومت نیستن. تا همونطور که عرض کردم هر کدوم در جایگاه خودشون. امام حکومت دینی در جای خودش، مردم در جای خودش، همه با هم اجزای حکومت رو تشکیل میدن. این یک آیه. آیه سوم که دیروز از کردم میلتایی ارائه بفرمایید آیه 25 سوره حدید. اینم ایفای نقش حکومت دینی برای مردم. آیه 25 سوره حدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. ما رسول خودمون، حاکمان دینی خودمون رو با این مشخصات فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط. دقت کردید؟ یعنی اینها چنان روی افراد جامعه کار میکنن که خود مردم قیام به قسط و عدالت میکنن. بعد یه مسئله که جلسات گذشته گفتیم، یه عده گفتن که نه، کار انبیا الهیات نیست، پشت سرش میفهمد و انزلنا الحدید. در کنار اون تعلیم و تذکیه
در مقام اجرا برای اون کسانی که دارن تعدی از حکومت و قوانین میکنن نه یه سری چیزهایی باید باشه بازدارنده باشه. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. این سه تا آیه رو من از باب نمونه عرض کردم و همچنین روایاتی که داریم از جمله اون روایتی که از حضرت علی میفرماید که من به عنوان حاکم حقی بر شما دارم، شما هم به عنوان مردم حقی دارید. اینا میرسونه که مردم در حکومت چی دارن؟ بله نقش دارن. یا اون سرزنش هایی که میکند میگه زمانی که فصل گرما شما رو میخوانم برای جهاد میگوید هوا گرمه، فصل سرما میخوانم میگه هوا سرده. این مذمت ها به خاطر که مردم نقش دارن تو حکومت. اگر نقش نمی داشتن این مذمت ها معنا نداره. اینو ما خواهم نتیجه بگیریم با توجه به حقیقت حکومت دینی به خوبی روشن می شود که مردم در کنار رهبر و وظیفه آنان در اجرای دین الهی است. که بدون دخالت و حضور مردم قطعا اون اهداف حکومتی دینی اجرا نمی‌گردد. شد حاکم به تنهایی بدون حضور مردم، بدون نقش آفرین مردم، به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظه الله بفرماد ولو رهبر و حاکم اون جامعه امیرالمؤمنین هم باشه موفق نمیشه. زمانی که مردم نقش نداشته باشند، احساس مسئولیت در حکومت نکنن. از آن طرف مردم باشن ولی حاکم دینی و اسلامی نباشد، اون حکومت هم حکومت مطلوب دینی نیست. نه، حکومت دینی که ما میگیم هم رهبر دین نقش دارد و هم مردم نقش دارد. منتها در حکومت دینی نقش هر کدام و جایگاه هر کدام مشخص هست. پس بنابراین اگر ما قائل به حکومت دینی بشیم و بگیم انبیا و معصومین علیهم السلام در رأس حکومت باشند، دیگه مردم احساس مسئولیت نمی کنن. بگیم برعکس، وجود یک حاکم دینی در رأس حکومت باعث می شود که اونها احساس مسئولیت بیشتری بکنن و خودشون رو متعلق به حکومت بکنن. و حالا به عنوان شاهد دیگر نگاه کنیم حکومت هایی که تشکیل شدن، حکومت های دینی در صدر اسلام، رسول مکرم اسلام، آیا در رأس حکومتی بود شخص معصوم به پیغمبر بود؟ مسلمان ها احساس مسئولیت نمی کردن؟ بله، تو جنگ خندق همه شنیدید چطور ایثارگرانه مردم داشتن کار میکردن. پس بنابراین هیچ تنافی بین این که در حکومت دینی در رأسش شخص معصوم باشه با نقش مردم هیچ منافاتی وجود نداره. این هم یک سوال ما پاسخ کردیم. سوال این نکته میخواستم داخل پرده عرض بکنم، همیشه سعی بکنید تو مسائل علمی فضا هم فضایی چی باشه؟ علمی باشه. یعنی بله به طرفی که سوالی به ذهنش میاد یا اشکالی که به ذهنش میاد
میدان بدیم که عالمانه محققانه سوال و اشکال خودش رو بیان بکنه و از آن طرف معتقدان به یک نظریه محترمانه و علمی و منطقی به این سوالات و اشکالات پاسخ بدهند. دقت فرمودید؟ ببینید الان این قائلین به مسئله ولایت مطلقه فقیه این سوالات به سمتشان رفته بود. یه چیزی نیست که بنده الان میخوام عرض کنم، نه، قبل از ما هم دیگران مطرح کردن، جواب دادن و ما هم به مناسبت بحث داریم مطرح میکنیم. سوال بعدی این برش مثلا پیامبران رو ما فرستادیم با بیانات و مثلا کتاب و میزان اینها، اینکه اینها کتاب بیارن مثلا میزان بیارن، اینا به اگه این دو فایل بگیریم خود یوتیوب ناسو فایل هم هست، اینو فقط مثلا ابلاغ میکنن یا نه اینا خودشون مسئولیت دارن؟ هر مسئولیت دارن. یعنی خود حاکم شهر اولین شخصی که باید قیام به عدل بکنه. این میخواد امتیاز حکومت دینی رو بگه. درست فرمودید؟ میگه اینقدر حکومت دینی جاذبه دارد که وقتی مردم حقیقت حکومت دینی رو بفهمن اصلا خودشون رو مسئول میدونن در حکومت دینی. اصلا نیاز اینی که حاکم به اونها بگه نیست، خودشون قیام میکنن. دقت کردید؟ یعنی میخوام بگیم که اینجور نیست که مردم مکلف باشن به قیام به عدل اما حاکم دین قیام به عدل نباشه. این نابودیم که نه، نقش مردم رو میگه که این قیام به عدل فقط وظیفه حاکم نیست، از میکنم، اما معنای اصل نیست. یعنی کاری که باید مردم انجام بدن به طریق اولا حاکم رو باید انجام بده که آیات فراوانی داریم که خطاب به انبیا میکند که فحکم بین الناس بالقسط. دقت کردید؟ یعنی مردم حکم به عدالت بکنه. یعنی میخوام اثباتش نفی معدا نمیکنه. بله. این آیه خب مؤید و مقید هست دیگه، ارسال رسول ولی یقوم الناس دیگه رسول. بله. نقش مردم و نقش امام هر دو در این آیه هر دو تا هست. پس ما این در حکومت دینی فقط امام نیست که نقش اول آخر داشته باشه و از آن طرف اینجور هم نیست که بگه همه کاره بین البت بین الخط فقط مردم هستن. نه، حکومت دینی مرکب از اجزایی است. بخشی از حکومت دینی رو امام تشکیل میده، بخشی رو هم وظایف مردم میباشه. این تعبیری که ابتدا دست داشتن حکومت دینی حکومت امام و امت است. حکومت امام و امت هر دو تا نقش داره. ببینید چقدر زیبا میشه. شما تو درس اخلاق که وقتی بود باز کردیم آیه که بنی اسرائیل میگن به جناب موسی اذهب انت و ربک بله فقاتلا، تو با خدایت برو بجنگ، ما حال حوصله جنگیدن نداریم، هر وقت پیروز شدی بیا بده ما بیا. اینا برداشت درستی از حکومت دینی موسوی نداشتن که در این حکومت امام اون حکومت دینی خطاب میکند که همه بریم با مظهر شرک و کفر باید مبارزه کنیم. اما اونا یک تلقی غلطی از حکومت دینی داشتن، یا بفرمایید تنبلی خودشون رو میخواستن ترکیب بدن از این که در میدان جهاد میشن. این تفکر غلط اذهب انت و ربک باشه. یعنی فقط بگید آقا این وظیفه امام وظیفه ما نیست. لذا آیات در صدت
توبیخ بنی اسرائیل، یعنی اونایی که به وظیفهشون عمل نکردن. پس در حکومت دینی هم امام نقش دارد و هم مردم نقش دارد. اما سوال دیگر، مقام امامت معنوی همیشه پاک و مقدس بوده است. به شما میگه انبیا چی هستند؟ معصومن، مقدسن. اما از اون طرف حکومت و رهبری سیاسی گاهی مطلوب و گاهی نامطلوب بوده است. حالا تعبیر سائلی که پاک و ناپاک بوده. بله برخی حکومت ها هستن واقعا نقطه ضعف آدم نمیبینن، اما بعضی میبینیم نقطه ضعف در میبینن و این نشانگر انفکاک دین و سیاست از یکدیگر است. اصلا امام رو میبرن در حالی از تقدس قرار میدن، بله معصومه، هیچ نقطه تاریکی در آن وجود، اما به قول امروزی ها سیاست پدر مادر نداره. سیاست پدر مادر نداره. گاهی اوقات میبینید در یک روز 8 تا 7 میزنه، 7 تاش دروغ در میاد. دقت فرمودید؟ سیاست مداری دیگه سیاستی که هم عجین با پاکیز هم عجین با ناپاکیز، حکومتداری که گاهی اوقات آدم راست میگه گاهی اوقات دروغ میگه، بله دامنش آلوده میشود به ناپاکی، که با مقام معنوی امام سازگار نیست. پس حکومتداری رو بسپارید به اهلشون. اونایی که برایشون راست و دروغ زیاد مهم نیست، اونا میتونن تحمل بکنید مسائل رو. اما بفرمایید مقام امامت و عصمت با حکومتداری قابل جمع بفرمایید نیست. بشه شد؟ الان باز این سائل قضایای خارجیه رو میبینه، اینا قضاوت کلی میکنه. دقت فرمودید؟ دیگه حکومت هایی که ما دیدیم یا در تاریخ خوندیم کی چقدر جنایت کرد، کی چقدر خیانت کرده، اینا با روی عصمت سازگار نیست. و اصل قیمت هم که میشه شأن علما بالاتر از این که برن حکومت داری بکنن. دقت کردیم حکومت رو به اهلش سپرد. اصلا حکومت با اون وجاهتی که ما برای انبیا و ائمه معصومین و در طول اینها فقها و مراجع میدونیم سازگار. این هم یک سوال. دقت فرمودید؟ پاسخ: ما اعتقاد داریم که سیاست و حکومت انبیا همیشه پاک بوده و هرگز به دو قسم پاک و ناپاک تقسیم نشده است. بله در رأس حکومت یک حاکم چی باشه؟
معصوم باشه، حکومت معصوم به ما و معصوم درست نمیشه. بله، این بله مهمه. بله، هرچه از مقام حاکم معصوم پایین‌تر آییم، نسبت به کارگزاران اون حکومت احتمال اصلاح و فساد به فردای منظور وجود دارد. دقت فرمودید؟ یک در رأس حکومت آقا امیرالمؤمنین باشه. حکومتی که مد نظر علی حاکمشه، نه، به درست نمیشه. عدل. بله، هرچه سطح مسئولیت ها میاد پایین تر و یک سری افراد دیگر داده میشه، بله، احتمال این که اونها خطا بکنن هست. شما یک سری امور جزئیه را، خارجیه را، این رو دلیل نکنید که اصلا حقیقت حکومت دینی با حاکم بودن معصوم سازگار نیست. دقت فرمودید؟ بله، در عصر حکومت پیغمبر، بله، بعضی از مأمورینی که پیغمبر میفرستاد برای برخی از کارها آیین عمل میکنید، اینجا حکم فاسقون به نبعین یا کیا بودن. پس اشکالات در بدنه یا حکومت دلیل بر این نمی شود که اصلا روح و حقیقت حکومت حاکم تقسیم می شود. نه، در رأس حکومت وقتی پیامبر باشد، امام معصوم باشد، حکومت امام معصوم چیه؟ بفرمایید. فقط حکومت درسته، حکومت فساد معنا نداره. پس خلط نکنید بین حکومت امام معصوم و بخش اجرائیات و جزئیات و در مراتب بفرمایید پایین‌تر. پس بنابراین دیدن سری موارد تو بدنه حکومت دلیل نمیشه ما اصل حکومت رو چکار کنیم؟ زیر سوال ببریم. خب بله، که مثلا حاکم معصوم باشه، درسته؟ بله، یعنی اصلا در حکومت حاکم معصوم احتمال خطا منتفیه. خیلی گفتیم مثلا شخص معصوم نه فرمایید، همین میخوام میگم اشتباه همین میگه. من از کردم آیا در زمان، اجازه بفرمایید شما میخوام که سوال مطرح نشه، آیا در زمان حکومت آقا امیرالمؤمنین برخی از استاندارا و فرماندارای امیرالمؤمنین اشتباه میکردن یا نه؟ مثلا من بحث در اینجا نیست، سوالم اینجا نیست. خب سوالم اینه که مثلا یک معصوم حاکم باشه، هر حکمی را در عرصه حکومت بده هم دیگه احتمال خطا اصلا منتفیه. ولی اگر غیر معصوم بیاد یک حکمی را بده، مثلا احتمال خطا داره. نه بین این دو اصلا ملازمه نداریم. نه، بعدا انشاءالله به بحث ولایت فقیه برسیم. ما میگیم ولایت فقیه ولایت فقه، ولایت عدالت است. یعنی تمام هم و غم ولید فقیه اینه که بر اساس مر اسلام عمل بکنه. دقت فرمودید؟ پس فعلا شما فعلا بحث ولایت فقیه رو با ولایت انبیا و ولایت امام معصوم الان ما داریم طرح بحث میکنیم در رابطه با حکومت دینی در جایی که حاکم چی باشه؟ معصوم باشه. آیا نسبت به حکومت دینی که حاکمش امام معصوم باشد سوالی به ذهن میرسه؟ اشکالی به ذهن میرسه؟ میگیم بله، نسبت به
حکومت دینی که حاکم او امام معصوم باشه این سوالات مطرح است، اما این سوالات چیه؟ پاسخ داده میشه. بعدا انشاءالله که رسیدیم به بحث حکومت ولایت مطلقه فقیه، باید ببینیم اون کسانی که معتقد به حکومت ولایت مطلقه فقیه هستن میگن همون اختیاراتی که امام معصوم داشته همون رو هم ولایت فقیه دارد. میگه اگر داره این سوالات شما چگونه جواب میدید. اونجا شبهاتی که مربوط به ولایت فقیه هست مطرح میکنید، انشاءالله جواب خواهیم داد. مثلا یک از سوالات اینه، جایی که حکومت معصوم باشد احتمال استبداد وجود نداره، اما ولی فقیه که معصوم نیست، احتمالی که این حکومت رو به سمت استبداد ببرد وجود داره. پس قیاس حکومت ولایت مطلقه فقیه در حکومت دینی که حاکمش امام معصوم باشه درست نیست. یک شبهه است. چطور رو جواب بدین شما؟ بله؟ شما احتمال استبداد رو میدید یا نه؟ پس چرا ما اول میدید حاکم رو یک کسی قرار میدید که احتمال استبداد درش هست؟ خب این سوال باید جواب بدید. یعنی کسانی که معتقد به ولایت مطلقه فقیه هستن باید اینها رو پاسخ بدن. چرا؟ ولی این کسی هست که مخالف هوای نفس هست، پس اونجا هم احتمال نداره که اونو استفاده داشته باشه. نه همین میخوام بگید طرف میگه او بالاخره معصومه، این غیر معصومه. دقت کردید؟ شما احتمال استبداد رو میدید یا نه؟ اون چه جواب بدید انشاءالله. آیا به صرف احتمال اینکه چنین بشه میشه آدم دست از کار برداره؟ بله، میگیم احتمال باید احتمال عقلایی باشه. وقتی ما ولایت فقیه رو خوب معنا بکنیم، دقت کردید؟ تعبیر قشنگی یکی از اساتید داشت که ولی فقیه اگر از اون مرزی که ما مشخص میکنیم خارج بشه خود به خود منعزله، یعنی نیاز به عرض ندارد. دقت فرمودید؟ یعنی اگر ما میگیم ولی فقیه حکومتش مثل حکومت امام معصومه در اون چارچوب باشد، به الا اگر در اون چارچوب نباشه خود به خود منعزله. حالا از کده اونو بذاریم وقتی خودش. ما میخوام بگیم که آقا امام معصوم که شما میگید پاکه، این پاک بودن معصوم منافات نداره بگیم حکومتش هم پاک باشه، اما برخی از اجزای حکومتش هم افراد ناپاک باشه. وجود یک سری افراد تو بدنه، وجود افراد ناپاک، این به اصل کلی حکومت دینی نمیزنه. چرا؟ تو لحظه حکومت حاکم معصوم باشد، وقتی این مشکلات را ببیند اول کسی که اعتراض میکنه کیه؟ خدا حاکم معصومه. یعنی من راضی به مسائل نبودم و نیستم. پس بنابراین منافاتی به این مطلب وجود ندارد. خب سوال دیگر رو مطرح میکنیم، پاسخش رو میذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. سوال بعدی که مطرح میشود در باب حکومت ولایت فقیه که ولایت ائمه معصومین این است که امام حسین سلام الله علیه نه قولا و نه کتبا چیزی نفرمود که هدف از قیام من برای تشکیل حکومت است. و معصوم دیگر یعنی امام رضا سلام الله علیه نیز
هدفشون از پذیرفتن ولایت عهدی به قصد تشکیل حکومت نبوده است و دیگر معصومین هم در برابر حکومت‌های فاسد زمان خود قیام نکردند و حکومتی تشکیل ندادند. اینها همه شاهد بر نشانه جدایی دین از حکومت. بله، سید الشهدا کجا بود من قیام کردم برای تشکیل حکومت دینی؟ امام رضا ولایت عهدی رو با تیب نفس قبول کرده یا با اکراه قبول کرده؟ با اکراه. نگه من حکومت رو قبول میکنم، مقدمه بشه، ولایت عهدی رو قبول میکنم، مقدمه بشه که بعد حکومت تشکیل بدم و سایر ائمه معصوم. این سوالات صرفا داره طرح میکنیم و الا اگر کسی یه مقدار تاریخ اسلامی و تاریخ ائمه معصومین علیهم السلام رو به دقت مطالعه کرده باشه، هیچ وقت این سوال به این اشکال به ذهنش هم حتی خطور نمیکنه. ولی حالا این سوال مطرح میشه چرا امام حسین تو هیچ فرمایشی نگفت که من میخوام حکومت تشکیل بدم؟ این یعنی برای جوان یا نوجوان چی بشه؟ مطرح بشه. یا چرا امام رضا ولایت عهدی رو با اکراه قبول کرده؟ اگر واقعا تشکیل حکومتی امر خوبی بوده، دین از سیاست جدا نمیبود، خب جا داشت که امام رضا ولایت عهدی رو قبول میکرد با تیب خاطر یه مقدمه قرار میداد، خدمت مأمون رو ساقط میکرد، خودش حکومت رو به دست میگرفت دیگه. ولی حضرت برید قبول ولایت عهدی رو بکنید که من قبول میکنم به شرطی این کار نکنم، این کار نکنم، این کار نکنم. یعنی همه داره داد میزنی که من امام رضا ولایت عهدی رو از روی اکراه قبول کردم که به خاطر من نیست. و سایر ائمه علیهم السلام خب زمانی که بنی امیه و بنی العباس با هم دیگر درگیر بودن، بهترین موقعیت برای امام باقر و امام صادق علیهم السلام بود که حکومت تشکیل میدادن. چرا حکومت تشکیل ندادن؟ پس این نیست که دین خدمتتون از کم که با حکومت عجیب نیست. حکومت رو به اهلش بسپاریم و وقتی ما نسبت به معصوم این قضاوت داشته باشیم، به طریق اولا میگیم در عصر غیبت حوزه های علمیه رو چه رسد به تشکیل حکومت، ولی فقیه رو چه رسد به تشکیل حکومت. بعد این نگاه کنید سیره معصومین رو نگاه کنید اینجوری بوده، پس ما که از معصوم جلو نیفتیم. این همه به خاطر این که مسائل به درستی تحلیل نشده. اگر به درستی تحلیل بشه این سوالات مطرح نمیشه. پاسخش رو اگر خدا بخواد جلسه آینده از خواهیم کرد. خدای متعال همه ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدارد و همه ما را جزء حامیان صادق دین قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.